بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد از شهر خورخ روز 23 مای سال 2022 در محله برخورخ محمد باقرов معروف به باقر یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان و دو ساکن دیگر برخورخ را به خاک می سپارند. این دو نفر که باقر را همراهی میکردند نیمه دوم روز 22 مای در برخورخ کشته شدند. به پایگاه خبری بامداد هنوز میسر نشده است که نامهای آنها را معین کند. ساکنان خورخ میگویند نیمه اول روز 23 مای روی طرف بازار شهر باز بوده ولی روی طرف برخورخ همچنان بسته است. به احتمال غالب مقامات نمیخواهند در مراسم دفن باقر و یاران او مردم زیاد گرد بیاید. در چه شرایط کشته شدن باقر و دو ساکن دیگر برخورخ همچنان ناروشن باقی میماند. مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 22 مای خبر داد که باقر ساعت 17:30 در محله برخورخ بالا بر اثر مناقشه بین همدیگری داخلی کشته شد.